رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی دقیق و ساده همه حادثه هایی که در لحظه های آخرین عمر هر یک انسان میگذراند برای ما فهمانیدند و همچنین آن حادثه هایی که روح انسان پس از مرگ میگذراند آنها را نیز برای ما و شما خبر دادند. نشانه های اول مرگ چگونه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این سکرت الموت است. سکرت الموت این همان دردهایی است که انسان هنگامی از دنیا گذشتن می چشد. آن دردها خیلی وزنین و عذابهای سخت بر فرزند آدم می آورند. خیلی دردهای وزنین هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم خود نیز پیش از مرگ اینها را چشیدند. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتند من هنگامی که به حجره پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدم ایشان خیلی خسته بودند و خیلی هم عرق زیاد داشتند. عرق پیشانیشان را پاک کردند و گفتند به درستی این همان عذابهای پیش از مرگ است. ولی این عذابها یگان بدی را افاده نمی کنند، زیرا آنها تنها همانی اند که از آمدن فرشته مرگ خبر می دهند. یعنی که پیش از آنی که فرشته مرگ برای گرفتن جان هر یک ما و شما می آید این دردها این عذابها که در یک جایگی سکرت الموت نام دارند این دردها را فرزند آدم می چشد و اینها یگان بدی را افاده نمی کنند. اینها تنها خبردهنده آگهی کننده فرزند آدم هستند از آنی که همین حال فرشته مرگ خواهد آمد. اینک پس از آن فرشته مرگ می آید و انسان او را می بیند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند 1 ملی ثانیه ان همین قدر وقت آدم حالا نمرده فرشته مرگ را می بیند. یعنی که انسان حالا این دنیا را ترک نکرده است، حالا انسان وفات نکرده است، حالا نمرده است، لیکن فرشته مرگ را الکی هنگام زنده بودن می بیند و این دیدن او فرشته مرگ را همگی 1 ملی ثانیه دوام می کشد. در همین 1 ملی ثانیه انسان می بیند همین فرشته مرگ را. وقتی که او می آید فرشته مرگ می آید ولی او را غیر از خود شما، غیر از همان نفری که وقتش رسیده است و باید که جانش از بدن برآید دیگر کسی نمی بیند، تنها خود شما می بینید. دیگر کسی غیر از شما فرشته مرگ را دیده نمی تواند. از همین لحظه، از لحظه ای که فرشته مرگ انسان وقتی که از همان لحظه ای که فرشته مرگ آمد و فرشته مرگ را انسان دید دیگر دری توبه برایش پوشیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آن وقت الکی توبه انسان قبول نمی شود. اگر شما تا آن لحظه زندگی خوب یعنی ایمانی کامل نداشتید پس دیگر هیچ چیز به شما کمک کرده نمی تواند و فرشته مرگ جان شما را در همان حالت می گیرد. برای همین باید که هر یک لحظه هر یک دقیقه با احتیاط باشیم و آماده باشیم که هر لحظه می تواند که فرشته مرگ به سراغ ما و شما بیاید. زیرا انسان ما می دانیم که مرگ حق است، مرگ حقیقت است. هر یک انسان چشنده مرگ است. اما ما نمیدانیم که مرگ ما کی فرا می رسد. یعنی که وقتی ما کی بود می شود این را ما نمیدانیم. برای همین هر یک لحظه هر یک ثانیه‌ای که در حیات دارید، زیرا فرشته مرگ می تواند که بعد از 1 دقیقه بیاید، بعد از 1 ساعت، بعد از 2 ساعت، بعد از 1 ماه، بعد از 5 سال 10 سال، لیکن ما آن را نمیدانیم. برای همین هر یک لحظه باید که ایمان خود را کامل گردانیم، در برابری باز هم قوی تر کردن ایمان خود کوشش کنیم تا آن که
هنگام مرگ، هنگام آنی که فرشته مرگ آمد، ما همچون یک انسان کامل نزد او ایستاده باشیم. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که روح انسان از بدنش میبراید، آدم با نظر خویش آن را گسیل میکند. یعنی که خداوند برای آدمان، برای ما، برای آدمان امکان داده است که با چشمهای خود روح خویش را ببینیم. برای همین چشمان آدمانی که وفات کردند به بالا روانند و این حالت را ما در حیات چندین مراتبه مشاهده کردیم. باید گفت که مرگ انسان با ایمان از انسان بی ایمان خیلی فرق دارد. یعنی که وقتی که یک انسان مسلمان، یک انسان مؤمن وفات میکند و یک انسان بی ایمان که عبادت خدا را نمیکرد وفات میکند، این هر دو منظره از همدیگر خیلی فرق دارند. وقتی انسان مؤمن، آنی که در دنیا آفریدگار من خالق یکتاست گفت و حیات خویش را با فرض و فرموده های الله و پیامبرش گذرانید، وقتی این گونه انسان میمیرد، تمام فرشتگان که عددشان هزار است میفرایند. هر کدام از این فرشته ها چهره های زیبای نورانی و آرامی دارند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که مقدار آنها تا همان جای است که چشم انسان میرسد. یعنی که شما چشمتان را میکشید، با کجای نظر نکنید، یعنی که کجایی که چشم انسان میرسد آنجا پر از فرشته های نورانی هستند. فرشتگانی که در چهره هاشون خیلی نورهای زیاد است، خیلی آنها زیبا هستند و خیلی آرام هستند، انسان را احاطه میکنند. همه آنها گردی انسان جمع میشوند. انسان وقتی این منظره ها را بار اول میبیند، در دلش وهم پیدا میشود. ترس از آن پیدا میشود که این فرشته ها برای او چی میگفته باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتند که جان انسان مؤمن همچون آبی که از کوزه میریزد مانند همان میبراید. شما که دیدگی هستید چگونه آب از کوزه میریزد. روح انسانی با ایمان نیست مانند همان خیلی آسان و نرم میبراید. بعد از این فرشتگان با تمام مهربانی خاص روح را به بالا میبرند و نزد الله می آیند. خداوند با آنها میفرماید تا نام این بنده را در بالا قطار آنهای نویسند که سزاوار بهشت گشتند. بعد خداوند به روح میفرماید که برو و تا فرا رسیدن فرصت در زمین بخواب. غیر از روح شهیدان که روح شهیدان با آنها تنها در همین حالتی که اگر انسان شهید وفات کرده باشد، تنها در همین حالت برای او اجازه است که روح او تا فرا رسیدن روز قیامت در بالا بایستد. بعد وقتی که روح برمیگردد در زمین، نزد او دو فرشته منکر و نکیر می آیند و آنها برای روح 3 سوال می دهند. چی سوالها؟ خدای تو کیست؟ دین تو کدام است؟ آیدی این نفر چی می گفتی؟ یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در نظر دارند. و این در نگاه اول خیلی سوالهای آسان می نماید و همچون تئوری یعنی که منطقاً شما به این سوالها جواب داده نمی توانید. این آن سوال و جوابی که در مکتب ها و در دانشگاه ها می شود، این به مانند آن نیست. یعنی که اگر شما در دنیا در حیات هنگام زنده بودن هم جواب به این سوال ها می دانستید، این حالا معنی آن را ندارد که شما می توانید که به این سوال ها پس از مرگ در قبر وقتی که منکر و نکیر آمدند و این سوال ها را به شما دادند، این معنای آن را ندارد که اگر شما در دنیا می دانستید در آنجا جواب دهید. یعنی که این سوال و جوابی به مانند آن که در دنیا سوال و جواب می شود و مانند آن نیست. جواب این سوال ها را
انسان تنها با رازگی الله داده میتواند. یعنی که اگر رازگی الله، رحمت الله نباشد، ما به این سوال جواب داده نمیتوانیم. زیرا آن دم ما از دانش خود جواب نمیدهیم. آن دم ما از آن جواب میدهیم که یعنی که اگر در دنیا من مؤمن بودم، من میگفتم که خداوند یکتاست، محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست، لیکن از فرض و سنت پیروی نمی کردم، عبادت الله را نمی کردم. در این حالت این معنای آن را ندارد که من به این سوال ها جواب داده می توانم. در این حالت تنها آن کارها، آن عملها، آن گونه که شما در این دنیا زندگی داشتید، تنها همین به شما می تواند. و بعد از این شما می توانید که اگر زندگی در دنیا همچون یک انسان مؤمن و با ایمان زندگی داشتید و رحمت الله، رازگی الله بر شما نصیب شد، شما می توانید که به این سوال ها جواب داده باشید. و همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم از آدمانی نقل کردند که یعنی که آدمان بی ایمان هنگام وفات کردن آنها چه منظره به نظر می رسد، چه منظره به وجود می آید. وقتی آدمی بی ایمان وفات می کند، نزد او فرشتگانی جزا می آیند. یعنی که هنگامی وقتی که سکرت الموت می شود و فرشته مرگ می آید، هنگامی فرشته مرگ، فرشتگان جزا نیز نزد او می آیند. شاید شما دیده باشید که انسان پیش از آنی که جان دهد، حالا هنگامی زنده بودن یک ثانیه شک می شود، یعنی که شاک می شود. زیرا انسان حالا هنگامی زنده بودن در همان 1 میلی ثانیه فرشتگان جزا را می بیند. و این 1 میلی ثانیه برای آدم مثل یک عمر دراز می گذرد. وقتی فرشته مرگ روح را می گیرد و فرشتگان مرگ آن را می گیرند، انسان بی ایمان در حال بهانه کردن را پیشه می کند و می گوید من یگان کاری بد نکردم، من گناهکار نیستم. بعد خداوند می گوید الله آن کارهایی که تو کرده بودی و می کردی می داند. از هر یکی آنها الله با خبر است. روح باز دوام می دهد من رانده شده بودم، زیر ظلم و شکنجه قرار داشتم و نتوانستم عبادت کنم. با وی گفته می شود اگر تو رانده شدی و زیر ظلم قرار داشتی، پس چرا به دیگر جای نرفتی؟ چرا جای نرفتی که آنجا برای عبادت مانعی نباشد؟ آیا تو مجبور بودی که در همان یک جا زندگی کنی؟ آیا تو وظیفه‌دار بودی که در همان یک جا زندگی کنی؟ خلاصه این از آن شهادت می دهد که آن دم هیچ بهانه نمی تواند که انسان را خلاص کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حادثه برآمدن جان این گونه آدم ها را به آن شباهت دادند که مانند آن است که اگر شما با خسکشک یا اینکه گربیله یا اینکه یک شانه آهنی پخته تر را جدا کردنی شوید. همین قدر سخت است برآمدن روح برای آدمان بی ایمان. وقتی که روح آنها را به بالا به آسمان میبرند، درهای بهشت برای آنها محکم می شود، پوشیده می شود. نامشان در قطار دوزخیان نوشته می شود و وقتی که روح به زمین برمیگردد، برایش عذاب قبر آغاز می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، عذاب قبر حق است و بعضی شما در قبر عذاب داده خواهید شد که من صدای آنها را می شنوم. و حدیث در کتاب امام احمد آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر من میخواستم، اگر من میتوانستم، دعای میکردم که تا خداوند برای شما امکانیت بدهد، برای گوشهای شما امکانیت آن را بدهد که شما صدای آن نفرانی که در قبر عذاب میکشند شنوید.
لیکن من میترسم که اگر شما صدای آنها را شنوید، صدای آنی که چگونه آنها از عذابهای قبر فریاد میزنند، این صداها را شما شنوید، شما دیگر میترسید و از ترس مرده های خود را دیگر به قبر نمیگذارید. در آخر دعاگو باشیم تا خداوند هر یکی ما را در قطار انسانهای با ایمان مؤمن قرار دهد و پس از مرگ برای ما جنت الفردوس خود را نصیب گرداند. خداوند نگهبان هر یکی شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.